السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز و محترم، استادای بزرگوار، فهم قرآن به شیوه آسان در جلسه 18 شما را خوش آمدید میگویم. الله جل و علا شانه این مجلس ما و شما را مجلس خیر و برکت بگردانه، می خیر مرتب فرماید و الله جل و علا شانه قرآن عظیم الشان را به همه ما و شما شفیع بگردانه در روزی که به او نیاز داریم. از این پیش دیروز ما و شما خوانده بودیم برادر عزیز که مقصد نزول قرآن کریم در روشنی آیه 29 سوره صاد دو هدف بیان کرده: لیدبروا آیاته، هدف دوم ولیتذکر، تدبر و تذکر. این موضوعی است عزیزان گرامی که برای رسیدن این هدف که ما و شما هم تدبر کرده باشیم در قرآن کریم و در نتیجه تدبر باز تذکر، حصول پند و نصیحت صورت گرفته باشه، به او ضرور است که ابجدیات زبان عربی را بفهمیم. زبان عربی این بدون فهم زبان عربی ولو امو اساسیات او، اگر کسی بگویه که نه ما عربی را یاد نمیگیریم، این کار را توسط ترجمه ها میکنیم، همو تراجمی که در قرآن کریم است، این درست نیست. به خاطر این که امو تدبر، چیزی را که ما شما تدبر میگوییم، آغاز او از فهم او کلمه میشه. این کلمه چی معنا داره، چی مدلول داره، بعد از او تدبر شروع میشه. فهمیدین؟ یک موضوع دومی است که ما شما کسایی که ترجمه کرده، خداوند برشان جنات فردوس نصیب کنه، کار بسیار آسان کرده. ما از قدر و قیمت تراجم قرآن کم نمی کنیم، لیکن باید بیاد داشته باشیم که قرآن کریم ترجمه نمیشه. ترجمه ای خو یک مصطلح آل رواج شده، زیرا که کلام الله در کلام بشر، در قالب کلام بشر، مثل چیزی را که ما و شما ترجمه میگوییم، این ممکن نیست. این ترجمانی هست. چی هست؟ یعنی از امو سخنان کلام الله رب العالمین ما تا یک حد کوشش میکنیم که ترجمانی کنیم، و الا دو معانی و مفاهیمی که هست این ممکن نیست که در کلام بشر و چی شوه؟ احاطه شوه. یک موضوع دومی است که ما بخواندن قرآن بدون معنا و مفهوم و بدون ترجمه و بدون فهم، این را کسی از این نفهمه که ما ثواب را نفی میکنیم، بخاطر ای که خود در صریح حدیث آمده، رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرموده که خواندن یک حرفی معادل به دانی کی است، دانی کی داده میشه. و باز در اثر امی تفصیل آمده که ما نمیگوییم که الف لام میم یک حرف است. الف حرف، لام حرف و میم حرف، جدا جدا. این نفی ثواب نیست، نفی ثواب تلاوت قرآن کریم نیست، لیکن چون که هدف قرآن کریم تدبر و تذکر است، و به قرائت عادی به دست ما و شما نمیآید، به میطور تلاوت عادی و حاصل نمیشه، تاکه کم از کم امو کلمات را ما و شما نفهمیم، معنی او را نفهمیم. و یک موضوع دومی است عزیزان گرامی، وقتی که ما و شما خود به زبان عربی، به زبان قرآن کریم تلاوت را میخوانیم و بعد از او به هر خواندن و تدبر را تجدید میکنیم، تفکر میکنیم مسلسل، این یک تأثیر خاص خود را داره. یعنی مثلا شما یک آیت را بخوانین، صحیح، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طور مثلا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، و ترجمه ای را بخوانین. آیات را که هر اندازه میخوانین معنی جدید در ذهن می آید، متأثر، انسان متأثر میشه،
ترجمهش که یک بار خواندید دیگه بار خواندید یا ترجمه هست. فهمیدین؟ یعنی ترجمه قرآن کریم کسی که کوشش ترجمه کرده ترجمانی او تأثیر را نداره مثل که تأثیر خود کلمات قرآن کریم داره. ما از یک عالم میخواندم و میگوید که یک بار ما در یک سفر بودیم. سفر قسمی بود که سفر در کشتی بود و روز جمعه آمد و فیصله به این شد که اینجا جمعه بخوانیم در امی کشتی. مردم زیاد بودن. میگوید که به ما گفتن که جماعت بده. جماعت شروع کردیم و در او کشتی به ما کسایی بودن که عربی را نمیدانستند، انگریز بودن یا هر چیزی که بودن زبان. او میگوید که بعد از این که ما آیات قرآن کریم را خواندیم و تلاوت کردیم چی کردیم و نماز به پایان رسید، یک خانم از امو مردم پیش ما آمد و به ما گفت که کل سخنانت یک قسم بود، بعضی چیزا در این میخواندی او تاثیر دیگری داشت. او چی است؟ میگه ما فهمیدیم که اشاره میکنه به آیات قرآن کریم. او عرب بود، عربی گپ میزد، لیکن عربی غیر قرآن او تاثیر نداره. فهمیدین؟ نه، به خاطری که کلام الله جل و علا شانو از خود تأثیر داره. فلهذا به هر اندازه که ما او را یعنی عربی را فهمیده او را تلاوت کنیم او تأثیرش بیشتر هست. انسان تقویه میشه، ایمانی او تقویه میشه، او نورانیت اساسی که بعد المؤمن ینظر بنور الله، او نور اصلا الله رب العالمین با انسان عطا میکنه. در نتیجه ای در مورد درس گذشته خدمت شما عرض کردیم که کسی این نگوید که ولی ما خو به ترجمه ها گزاره میکنیم از بزوری او میخوایم که چی را بفهمیم. فهمیدین؟ فلهذا ای ارزش خود را داره که عربی به او اندازه عربی که ما مرا اهل تدبر بسازه، یعنی ما و شما در امو را گام های اولی را برداریم. مثل که وقت اذانم شده، وقت اذان. موضوعی که ما خدمت شما گفتیم برادرای عزیز محترم، در آیه 17 سوره قمر، ای که در حقیقت 4 باری آیت در این سوره آمده، ای را تلاوت میکنیم، شما برای ما بخوانین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر مدكرنا مدكر. جزاكم الله خيرا. این آیات رم شما حفظ میکنین مثل که آیه 29 سوره صاد را حفظ کردین. عزیزان گرامی، ترجمه کلمه اول خودتان بکنین چون که خواندین. و لا لا برای نیست، او لی است، لله. لفی خسر شما خوانده بودید. لا چی معنی؟ تحقیق، قطعا، البته. قد اما شما خوانده بودیم در کجا؟ قد قامت الصلاة. یادش بخیر وقت فراموشم شده. قد قامت الصلاة. قد بامو نماز گزاره گفته میشه که بامو نمازی که آماده بودین همینجا شما ششتین آل نماز و تحقیق امو نماز آل برپا شد. قد. پس ترجمه کنین و لا
قد این به تحقیق، یعنی اینجا دو ادات یا دو حرفی که برای تأکید می آید در زبان عربی، هم لام آمده و هم قد آمده. این به این معنی که هیچ گنجایش شک و شبهه در این موضوع نیست. اگر لام و قد اردو نمی آمد و همینطور می آمد یسرنا القرآن، اما به ایمان داشتیم. خب بخاطر این که دیگه هم موکد شوه، الله جل و علا شانه لام و قد اردو را در ابتدا آورده. در علمش بود که شاید در قرن 21 یک مخلوق پیدا شوه و اونا بگوید که این را فقط مولی صاحبا میتانه بفهمه، فقط قاری صاحبا این را خوانده میتانه، تاکه این دلیل نگیره و بفهمه که این آسان است. بلام تأکید و بقد تأکید این را فرموده. چی فرموده؟ یسرنا، یسرتو و یسرنا. یسرنا ما آسان قرار دادیم، ما آسان قرار دادیم، آسان کردیم ایرا. چرا آسان کردیم؟ القرآن، قرآن را، ما قرآن کریم را آسان قرار دادیم. یسر و عسر دو لفظی است که در عموما استفاده میشه، نمی زبان فارسی ما و شما استفاده میشه. عسر، یسر، یسر آسانی و عسر سختی، مشکل. اینجا است یسرنا، ما آسان قرار دادیم. ولقد یسرنا القرآن، قرآن را. قرآن نامی امی کتاب است. دیروز که ما و شما خواندیم کتاب انزلناه، نامی او چی هست؟ قرآن است. از کجا فهمیدیم؟ از خود قرآن فهمیدیم. ای آیت است، شهر رمضان الذی، القرآن این نامی کتاب است. و علما می فرمایند که از قرائت گرفته شده، قرائت به معنی خواندن، و قرآن به این معنی که او کتابی که بسیار زیاد خواندنی هست. بروی زمین مثل قرآن کریم هیچ کتابی وجود نداره که به این اندازه به کثرت خوانده میشه. این دارالمعارف بریتانیکا، دائره المعارف، او در جلد 11 نوشته کرده که قرآن کریم کتابی است که خود انگلیسا گفته که پرخواننده ترین چی داره کتاب اسی قرآن کریم. یعنی شاید روزانه شاید هزارها باری ختم میشه. شما خو حساب کنی قاری صاحبا که میخوانه، تلاوتایی که میشه در مدارس، در یعنی این قسم کتاب هیچ وجود نداره بروی زمین. فلهذا ای القرآن به ایمان است. این به وصفی که ما و شما در این حالت ضعیف هستیم، فهمیدین؟ و در خود این نام اعجاز نهفته هست. این نام که است معجز هست. هیچ کتاب قرآن نیست. شما یک کتاب یادی هر قدر که دلکش و چی باشه، یک بار دو بار سه بار که میخوانیم، 3 بار خواندیم بس از دیگه. هر کتابی که هست، فهمیدین؟ بجز از قرآن کریم جناب رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که لا یخلق من کثرت الرد، به هر اندازه که ایره تردید بکنین بخوانین این کهنه نمیشه. لا تنقضی عجائبه، عجائب و غرائب مرواریدها و لآلی و جمع جوهراتی ختم نمیشه. لا تنقضی عجائبه. غواسین به هر اندازه غتزانه که در چی غتا میزنم امو با امو اندازه چی را بیرون میکنه. فهمیدی؟ هیچ شما میبینید روز اول که تفسیراتی شروع شده، نمیفهم که عالم شاید صدها مفسرین در صدد تفسیری قرآن است، در حالی که هزارها کتب تفسیر موجود است. به این معنی که
مأدبة الله فی الارض است، امو دسترخوان هست بروی زمین که هیچ به اصطلاح امو چی ختم نشدنی است. علوم معارفی عرض می کردیم که قرآن نامی کتاب مبارک هست و در خود امین نام هم اعجاز هست که به این اندازه هیچ کتاب بروی زمین خوانده نمیشه. ای که مسلمانا کلی را یاد بگیره باز خو یعنی بسیار زیاد این کتاب مقروء است و چی هست. الله رب العالمین فرموده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما ایره آسان قرار دادیم ای قرآن را بری ذکر. عموما ترجمه ذکر دری کشور ما و شما به پند و نصیحت میشه، پند و نصیحت و درس گرفتن، لیکن برجوع به قوامیس زبان عربی و خود تفاسیر ای معلوم شد و معلوم میشه که ذکر زیاد معانی داره. از او جمله دو معنی و مشهور است که مفسرین ذکر کرده. اولین معنی ذکر یاد گرفتن، آموزش، و دومین معنی ذکر فهم و فهمیدن و نصیحت حاصل کردن. این ذکر شما ببینید عزیزان گرامی، شاید ما پیشم گفته باشم که قرآن کریم از لحاظ آموزش و یاد گرفتن آسان است و کلانترین دلیل بری خودی کتاب اینامی که بسیاری کتابا را کسی که اهل زبان نیست نمیفهمه، لیکن قرآن کریم را بسیار مردم میفهمه. عربی را میخوانه، عجم به اشکالی را میفهمه، پنجابی و پشتونا و فارسی زبانه و ایماق و بلوچ و یعنی هر قدر غیر عرب کسی قرآن را میخوانه. باز ما شما ببینیم که در هر قوم غیر از عرب یک نی، دو نی، صد نی، هزارها حفاظ هستند. این کتاب را به این حجم حفظ کرده. اگر به این حجم یک کتاب به یک زبان دیگه به اونا داده شود، این را حفظ کرده نمیتن، ولو که به زبان خودشان باشه. اگر به ما و شما دیوان حافظ صاحب داده شود یا کلام مولوی مولانا داده شود و گفته شود که از اول تا به آخر را حفظ کنین، ممکن نیست که مانند قرآنی را حفظ کنیم، بله ممکن 20 بیت، 30 بیت، 40، 50 ایرا میتونیم حفظ کنیم، لیکن مثل که از الحمد تا والناس قرآن میخوانیم این ممکن نیست. بله یعنی دیوان حافظ عبدالرحمن سے بسیار خورد است، هیچ کس از اول تا آخر مانند قرآن حفظ نکرده. فهمیدین؟ این آسان است و این یکی از اعجاز امی آیات است. این دلیل زنده به است که آسان است. این آسان است. با ما شما اگر یک کتاب انگلیسی داده شود، با ما شما که زبان ما شما انگلیسی یا ترکی یاد گرفتن خود چی میکنه که ممکن در 15 سال او را از رویم خواندن نتانیم، مشکل است نه؟ و اگر چینایی که داده شو خب قطعا ممکن نیست. فهمیدی؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر و امینجا مقصود ما امینجا است که خدمت شما ای را عرض کنیم. کسایی که میگوی که مشکل است سخن اونا از یک خود در مقابل آیت واقع شده، قابل قبول نیست. دوم واقعیت موجود برخلاف اونا هست. اطفال شاید اینجا اطفال 10 ساله و 15 ساله و 16 ساله باشه که حفظ کرده و طفل 10 ساله و 15 ساله و زبان خود را هنوز نمیفهمه و قرآن را یاد گرفته. خوی آیت محکم است، قطعا محکم است. الله رب العالمین فرموده که آسان است و ذکر و نصیحت، پند و نصیحت به معنی دوم ما پیشم گفتیم، باز تکرار میکنیم. شاید اینجا اهل تخصصات مختلف تشریف داشته باشند، از تخصص شرعیات گرفته تا اداره و منیجمنت و تا آی تی و تا دکتر. دو روز یک دو دکتر اینجا به ما نامدن چی شده که ما دکتر است، یعنی تخصصات مختلف است. ما وقتی که در مورد
یک آیه از آیات قرآن کریم صحبت میکنیم او را هر کس میفهمه، هر کس به سطح خود میفهمه. لیکن اگر ما از یک تخصص صحبت بکنیم، یکی از تخصصات او را امو مردم میفهمه که یعنی تحصیل کرده او علم است. اگر ما از مواد تقنین صحبت کنیم و مراحلی که به قانون سازی میشه، او را امو شاگرد حقوق میفهمه، کسی که خوانده. اگر ما دقیق مسائل اصول فقه ذکر کنیم، او را آی टी والا نمیفهمه، او طرف اصلا خفه میشه که چی هستی گپایی است که ما نمیفهم. اگر ما از اناتومی صحبت بکنیم، شاید کل مردم بگوید که گپ دکتر صاحب است که او میفهم. به این خاطر به اردو معنی هم از لحاظ فهم، به شرطی که کسی که صحبت میکنه او از خود قرآن صحبت بکنه، این طور نه که آیت را بخوانه و دیگه گپای خودش گفته براوه و در لابلای آیات تر او قسم نه. در روشنی آیات صحبت بکنه، آیت را واضح بسازه، او را کل مردم میفهمه. ما شما در نمازهای جمعه خطیب صاحب ما وقتی که از قرآن کریم در روشنی آیات قرآن کریم صحبت میکنه، در نماز جمعه کل مردم است، با تمام تخصصات است. دو مردمای عامیم است، دکاندار است، بنا هست، چی که اصلا تحصیل کردن اون میفهم. به این خاطر عزیزان گرامی، ولقد یسرنا القرآن للذکر به هر دو مفهوم آسان است، به هر دو مفهومی آسان است. ما اینجا یک چی نوشته کردیم که مثلا امروز 18 ماه شما هست، در 18 روز یعنی در اخیر آمده که تقریبا 40,000 کلمه قرآنی شما یاد گرفته معنی. خب کدام زبان است که در 18 روز اون به دادن 2 ساعت اون 15-20 دقیقه ما شما وقفه میشه، وقفه نماز، فهمیدی؟ کدام زبان است که به آسانی کسی او را یاد میگیره؟ لیکن مشکل ای است که توجه نیست. فلهذا قرآن کریم آسان است عزیزان گرامی. فلهذا قرآن کریم که آسان است، اول خو را ترجمه کنین. و لا قد یسرنا القرآن. اما شما گفته بودیم که زبر و پیش و علامات به شما گفته بودیم که چی معنی داره. لی ذکر دو معنی داره، یاد گرفتن و خب اینجا شما ای است که شکر عملی ای است. اول خوی را عزیزان گرامی تصور کنین، اگری قرآن مشکل بی بود و اصلا مثل که تصور مردم است که ناقابل فهم می بود و ما نمی توانستیم که را بفهمیم و بعض مکلف می بودیم که را بفهمیم، بس چی می کردیم؟ بسیار یعنی یک ازمایش قرار می گرفتیم. که آسان است، الحمدلله، بای شکر الله رب العالمین را بجای بیاریم، آسان است. فلهذا شکر عملی ای است که برنامه های آموزش قرآن کریم را ترک نمی کنیم. هر جایی که هستین، در دفترتان هستین، در اداره هستین، در مارکیت هستین، در هر جای محصل هستین، استاد هستین، در کدام مرکز تحقیقاتی هستین، این برنامه قرآنی باید برنامه زندگی ما شما باشه. چرا؟ بخاطر این که با یک جلسه و 2 جلسه و با یک صنف ای تکمیل نمیشه. پیش به شما گفتیم که عجائب قرآن کریم و جواهر قرآن کریم ختم نشدنی هست. به هر اندازه که انسان پیش میره، ابواب دیگر پیش رویش باز میشه، علوم دیگر پیش او چی میشه. یک موضوع دیگر ای است، اگر بعد از خواندن آیت که 4 بار در قرآن کریم آمده و یک کسی بگوید که قرآن کریم مشکل است، با او فتوا خو نتین، لیکن برشان بگوید که کم احتیاط کن،
از خدا بترس. خود قرآن کریم میگوید که آسان است و تو میگویی که مشکل است. بس جواب خودت پیدا کن. ما به شما نمیگویم که برای شما بگویی که مخالفت قرآن کردی و کافر شدی، هندو شدی. نه، ما به شما گفتیم که این شیوه نیست، اصلا این مطلوب نیست. قرآن کریم میگوید که آسان. مشکل در کجا هست؟ آسان خواست، این باور ما است، این ایمان ما است. علی و راه را پیدا کنیم، تخنیکا را پیدا کنیم که کجاست. ما و تخنیکا را نمیفهمیم. علی کار کی هست؟ این کار تمام متخصصین است. کسی که با علم نفسیات سر و کار داره کاری است. کسی که در تعلیم و تعلم و در رشته چی تخصص داره کاری اموست که شیوه های جدید را، متد های جدید را کشف کنه. کسی که علمای دین هست کاری اونا هست که آسان بکنه برای مردم. و کسی که آیتی متخصصین است، چقدر اپ ها جور شده، باید با او قدر برنامه های قرآن کریم در یمی ابزارها جور شود که با مجرد باز کردن 10-15 چی او بیاید، او ناگزیر او را چی کنه. شما ببینید با ما شما چقدر فقیر هستیم در این مورد، چقدر فقیر هستیم. گپ آلی خود دنیا یک قریه هست. ما چرا پیام قرآن را سانده نمیتانیم؟ این کار صحیح است من حیث ملاک ما خوی نمیتانیم، لیکن مسلمان آیتی متخصص خو میتانه، او چرا این کار نمیکنه؟ و مسئولیت است. به این خاطر عزیزان گرامی، لیکن یک موضوع ای است که به هر اندازه که آسان باشه هر کار، او خود به خود نمیشه. نان خوردن بسیار کار آسان است، لیکن شما اگر قرار ششتن ولا که لقمه به بدن شما برد، حداقل فهمیدین؟ آب خوردن بسیار کار آسان است. او با تعبیر قرآن کریم کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغ. کسی که دستی اونجا چاه است و بگوی که آب بیایا، آب بیایا. کباسط کفیه الى الماء لیبلغ، که بدهنی و برسه میرسه، وما هو ببالغ، ممکن نیست. کار آسان هم کم محنت میخواه، به این قدر خو میخواه که انسان او یک برنامه جور کنه، یک وقت بتا، یک چی. این موضوع هست. بعد از اینکه انسان این برنامه را جور کرد، در حدیث شریف آمده، اگر شما به طرف الله رب العالمین میفرماید اگر شما با رفتار عادی بیایی، ان آتی هر ولتن، ما به سرعت پیش شما میم. اگر شما یک زرا نزدیک میشیم، ما 2 زرا به شما نزدیک میشیم. بس خویی ای برکات است اینجا. فهمیدین؟ به طرف الله رب العالمین، به طرف کتاب الله کسی حرکت بکنه، راهای او بس چی میشه؟ آسان میشه، آسان میشه. خو آسان برای خود یاد گرفتن، خود که انسان یاد میگیره آسان، لیکن این کفایت نمیکنه که انسان خودش یاد بگیره. بلکه ما دیروزم به شما گفتیم که این دین و این امت این صاحب میشن است، این میشنری امت هست، این رسالت داره، چیزی را که فهمیده به دیگران برسانه و به لهجه معذرت خواهانه نه که ولا اسلام خوی طور میگوی خود چی کنیم دیگه ای طور شده. نه، بگوی که حق امی است، حق از این بیرون شده نمیتانه. شما چیزی که پیش میکنیم به هر عنوانی که پیش میکنین او به تباهی انسانا می انجامه، لیکن این کتاب چیزی که پیش میکنه و این دین چیزی که پیش میکنه، این ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان هست و این را عملا شما نشان بدین. اسلام خود 12 قرن حکومت کرده بر روی زمین. مقایسه کنین، نیو ورلد آردر مقایسه کنین و قانون عمری مقایسه کنین، بس ببینین کدام یکش موفق بود. بری دیگره به این خاطر قرآن به ما امر کرده فذکر بالقرآن، توسط قرآن شما تذکیر و نصیحت کنین.
لیکن فذکر بالقرآن اینجا یک گروه گمراه است و بالای خود نامش قرآنیون مانده. اونا باز گمراه هستند. اونا میگوین که ما دیگه هیچ چیز ضرورت نداره. میگه چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و فرموده و قرآن فرموده که فذکر بالقرآن. او گمراه هستند. اونا اصلا ایرا نمیفهمه که چیزی را که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده این تفسیر قرآن است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ای حبیب صلی الله علیه و سلم ما برای شما بالای توی ذکر نازل کردیم بخاطر چی؟ لتبین، تاکه تو بیان بکنی را به مردم. یک شخص ای آیات را خوانده بود که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. و شما تا خورده برین یعنی که تار سیاه را از تار سفید چی کنین. او بیچاره همی ظاهر آیات را دیده بود زیر چی خود دو تار مانده بود. هر وقت که میخستی دو سیاه معلوم میشود، در تاریکی خو معلوم نمیشود. خوب روزه را خورده، افتاب که برآمده باز دیده که ولا یک سفیده. رسول الله صلی الله علیه و برش فرموده انک لعریض القفا. عریض القفا ایره میگویه، ای سٹ ایره شما چی میگوین؟ ای که دراز باشه نی، ای علامه حماقت است. برش فرموده که قفایت بسیار عریض است. باز برش فرموده که خیط الابیض سواد الليل، خيط الابيض بياض النهار، وخيط الاسود بياض سواد الليل. يعني تار سیاه ای اصلا عبارت از تاریکی شب هست و خیط الابیض صبح صادق که نمودار میشه و امو پرده تاریکی را شیر میکنه و بعد از اون ای است. بس بره یعنی تفسیر اگر اون نمیگه. یک کس دیگه آیات تیمم که نازل شد خود را انداخته به زمین، ضرورت غسل شده بود برش. فکر کرد که تیمم غسل که هست خود را در خاک. باز رسول الله صلی الله علیه و فرمود که تیمم ضربتان است، و اگر بری وضو باشه و اگر بری غسل باشه الضربتان. فهمیده؟ این تفسیر را کی کرده؟ ای تفصیل رکعات را کی بیان کرده؟ در قرآن خو فقط آمده اقیم الصلاة. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه نماز را به ما تعلیم نمیداد از کجا او را یاد میگیریم؟ کسی اینطور رکوع میکرد، کسی اینطور، کسی پشت. این خود تعلیم داده که رکوع ای قسم میشه، سجده ای قسم میشه. ای را کی در قرآن خو فقط و آتوا الزکاة آمده. این مقادیر زکات، این نصابها برای مواشی، برای طلا و نقره و این را کی تعیین کرده؟ عشر کل رسول الله صلی الله علیه و تعیین کرده. به این خاطر او گمراه هست که به این استدلال غلط میکنه. ما و شما چیزی که میگوییم او ای است که با قرآن کریم انسان را وصل کنیم. فذکر بالقرآن من یخاف، و ای که لانذرکم به توسط یمی قرآن، لانذرکم و من بلغ. فلهذا ما با خدمت شما را عرض میکنیم که به هر اندازه که شما در این متمکن میشین با امو اندازه شما این نصائح را به شکل درست میرسانین به مردم، به شکل خوب میرسانین چی و دیگره. و وقتی که این نصائح قرآنی رسانده شد امور از مشکلات ما حل میشه. این نه با دلار حل میشه، نه با ناتو حل میشه، نه با وارسا حل میشه، این با قرآن حل میشه. و این تجربه شده. در زمانه جاهلیت احوال اونا از شما بدتر بود از ما و شما. چه قسم اونا ستارگان این انسانیت شدن توسط قرآن. فلهذا ولقد يسرنا القرآن للذكر. برای ذکر ای ما آسان قرار دادیم، هم برای آموزش
ما حیران هستیم به او نظام تعلیمی، به او سیستم تعلیمی که 12 سال یک طفل میره، 12 سال مضمونم داره، استازم داره، صنفم داره، و بعد از 12 سال که میبره او چی هست؟ چند فیصد قرآن خوانده میتونه؟ شما به ما بگوید. 5%. و 95% جوابش کی بگوید؟ کی بگوید؟ او چه قسم نظام تعلیمی است که در 12 سال تو کسی را قرآن خوان ساخته نمیتونه؟ و 5% که شما گفتین استاد محترم، سیستم او را قرآن خوان نمیسازه. او جهد شخصی او است که در کدام مدرسه، در کدام جای او را یاد گرفته، سیستم را قرآن خوان نساخته. فهمیدی؟ به این خاطر در مساجد این استفاده که اینجا هست، بسیار به معذرت هر یک از اینا به مسجد رفتن یک بار، لیکن اونجا قاری صاحب اینا را زده و زمونجا که گریختن و زمونجا میگه قربانش شویم، خو از دور سری لط خوردیم، سری لط خوردیم. خو سیستم جور کنین. چرا مردم محروم است؟ آسان است، قرآن فرموده. و بازم 95% مردم محروم است. چرا؟ سوال نیستی. پیش ای امت چرا سوال پیدا نمیشه؟ پیش علماء سوال چرا خلق نمیشه؟ و این حالت می تو روان است. این طور نه که مساجد ما شما حلقات مساجد را میبینیم. قاری صاحب درس میتا، اول خو 70 نفر پیش یک استاد میایه برای یک ساعت، او دا 15-20 نفر یک جمعه را نه خودش میفهمه که چی درس داده نه شاگرد میفهمه. دی وقت کدام حاجی صاحب وارد مسجد میشه و دیگه غال مغال میکنه، و 70 نفر میگه چی شور انداختی، چی جنجال، حلقه رخصت میشه. هر روز می حال است، میرن و میاین، میرن و میاین. فهمیدی؟ دا 15 چی را پاره میکنه مقایده را و فهمیده نمیشه که چی یاد گرفته. یک کسی به ما آمد گفت که طفل ما 7 سال است که ناظره ای خلاص نمیشه. فهمیدین؟ این مضحکات و مبکیات است. این تفصیل رو انشاءالله ما فردا باز به شما میگویم که فردا برنامه معرفی متدهای جدید تدریس قرآن، آموزش قرآن. امروز بود خوب از ما چرا ماندیم نه، زیرا که بعد از او امو برنامه ناظره شما خواستین که او را بگیریم. خب موضوع دوم، عزیزان گرامی، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، حدیث را به ما بخوانین: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، خیرکم اشاره کنین وی خیرهم خیرنا. اینجا فرموده خیرکم. خیر چی معنی؟ بهترین، فقط خوب نه، خوبترین. علما فرموده که این تعبیر اسم تفضیل است، یعنی بهترین از شما. خیرکم، اگر ما بگویم خیرنا بهترینه، خیرهم بهترین ایشان. یس خیرکم بی امت، بی انسانیت خطاب فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که بهترین شما. من را ترجمه کنین، شما خواندین من آن کس، بالکل مانند انگلیسی هو و ای شما من ربک و اینجا از خیرکم من تعلم القرآن. امو قسمی که در انگلیسی استعمال میشه هو، امی قسم من هم استعمال میشه. من آن کسی که تعلم آموخت، خودش یاد گرفت، آموختن. علم تعلیم داد، تعلم خودش یاد گرفت، و علم یاد داد. بهترین شما آن کسی است که یاد گرفت و یاد داد.
علمه چی معنی؟ واگری طور بکنیم. آفرین. اینجاست علمه و او را تعلیم داد. عزیزان گرامی، این حدیث شریف در صحیح البخاری و در اغلب کتب حدیث است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان خیریت و بهتر بودن چی کسی را کرده دی؟ ما پیش گفتیم که قرآن کریم فقط آسان نیست بلکه بهترین کارا امامی است. کسی که دی مصروف است بهترین انسان است، بهترین و به فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزان گرامی، شاید شما عزیزانم در دهها سیمینارها و ورکشاپ ها و صنف ها شرکت کرده باشین. شاید فی الحال بروی زمین هزارها صنف موجود باشه، در پانتونا، در تخصصات، در ریسرچ ها، در تحقیقات، در مراکز چی. لیکن شما میفهمین با اساس ای فرموده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان همه آنها ای بهترین صنف است. صنفی که مجموعی که در قرآن کریم مصروف است. ای را اگر کدام فلسفی و کدام چی می دو بس تعامل می کردیم، ای را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او شخص بهترین انسان می گوید که در تعلیم و تعلم قرآن کریم مصروف است. لیکن ما و شما به او چی تعامل داریم؟ خشرترین. شما ماش یک قاری صاحب را ببینید چی قدر است. با مشکل یک 10,000 افغانی و 10,000 نصیبه و قاری صاحب پیدا میشه. 5,000 افغانی. خو او یک حلقه جور کرده او میگوید که شما ماه یک 50 افغانی بتین. اجی صاحب میگوید که موازن استی در امی کارت است. یک روز یک جای یک امام صاحب بود، او سخت قار شده و رمضان بود، کسی به او چی ناورده بود افطار و چی. استاد شد گفت که مردم ای مولوی شما مار است. مردم حیران شدن که مولوی صاحب چی میگه؟ میگه مار است، مار، ای خاک میخوره. فهمیدی؟ چند روز است نه افطار است نه سحری است، شما از خدا نمیترسین که چی این مار است دیگه، چی است دیگه؟ فهمیدی؟ همین قسم هم است. باز اجی صاحب چی میگوید؟ این قاری را خدا بزنه کل پول ما را میخورده. اونجا 2,000 2,500 3,000 5,000 فیس مکتب میته. بعضی مکاتب دلاری فیس میگیره، 1,500 200. فهمیدی؟ هیچ چروتش هم خراب نیه دادا. میگه بعضی اونجا چی میشه چی میشه پیش شاگرده کم میآید، زود او را چیرم نمیبینم، اتومات میته. 50 افغانی نمیته. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیر گفته. ما چی گفتیم به این انسان؟ ما چی گفتیم؟ ما خو او روزم گفتیم عالم میگویم اگر این سیستما جوامع خودش یک چیزی را ارزش میته و خودش ارزش یک چیزی را کم میکنه. شما ما به شما پیشم گفتیم که هر نابینا را دامی کشور ما و شما قاری صاحب گفته میشه. به چی خاطر؟ به خاطر ای که همی کر و کور بیچاره به همی قرآن مانده. کسی که کمی هوشیار است او باید دلار چاپ کنه، او تخصص بگیره دلار چاپ کنه. این کر و کور بیچاره شل و شد او پدرش میگه دیگه از کار خونیست بندازین در مدرسه. او به فضل خدا او چی میشه؟ قاری صاحب میشه. هر کور را مردم قاری صاحب میشه. می قربان شویم از این کتاب. هر کس که یاد میگیره کور میشه، قربان شویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میرا خیرکم فرموده. این مضحکات و مبکیات است عزیزان گرامی. اگر یک قاری صاحب معلم قرآن یک BMW زیر پایش می بود و یک خادم، یک ڈرائیور، یک خانه لوکس، یک معاش 100,000 و یک خانه لوکس و باز به او می گفتیم که شما
تدریس بکنیم. یک کسی که در پانتون استاد می بود و قاری حافظ قرآن می بود، این پوهنیار و پوهایله محایله از این چه اتومات پوهنوال می شد. اتومات. یک کسی که در نظامی می رفت و همی اول ضابط مابط همی خورضابط و فلان و اتوماتی دگروال می شد. دگروال. با شما می دیدی که مردم چی قسم به قرآن رو میارن. یه خود سیستما چی را یک چیز را ارزش میده. فهمیدین؟ از قرآن کریم که انسانات دور شده، این بسیار به یک تحقیق کار است که چی قسم دور شدن. این بیچاره امی حافظه مدارسی که اینجا است و شب میشینه در خانه هر کس میره، نان بتین وظیفه بدین، یک توتا میتا کسی نمیتا، کسی میگه که همون چیز باسی ماسی برش بده که در خانه بیزم کار نمیتا. فهمیدی؟ یعنی بایی این قرآن است، این او کتاب است که ما و شما این تعامل داریم. بایی باز همی انسانا که باز این را یاد بگیره بایی شکل، یعنی و درست نمایندگی کرده نمیتان از این کتاب. او از لحاظ نفسیتی ضعیف ببار آمده، او IQ لیولش پایین است، او استعداد را نداره که از همی قرآن کریم درست ترجمانی بکنه. باز صورتحال چی میمان؟ امی ترمان دیگه. او کتابی که جهان را تغییر داده بود، او فقط برای قسم ها مانده. اجی سب کدام کارخانه جور کنه بس اونجا به برکت یک تلاوت بکنه به او مانده. یعنی و رسول الله صلی الله علیه و فرمود و این معیار بود پیش رسول الله صلی الله علیه و وقتی که یک کسی را تعیین میکرد یک مجموعه، راپور میگرفتیم که اکثرهم قرآن کدام است. اکثر در احد که زیاد مردم شهید شدن، رسول الله صلی الله علیه و امر فرمود که اهل قرآن و جمعی قبر جور شد، جمعی قبرها جور شد، فرمود که امو حفاظ قرآن را پیش بمانیم. این معیار بود پیش رسول الله صلی الله علیه و در قیادت سازی معیار بود. پیش ما و شما مکاتب و عام جامعه چی میکنیم؟ مدارس ما می حال است. امی کسی که قرآن یاد میگیره تا میگه چڑی مڑی است، منطق پیش بیاریم، فلسفه را که خواندنی او را کمی چی کنین. با همی خاطر بسیار مردم علما که هست تلاوتش همی قسم است که شما میشنوید. الله اکبر، لا الله اکبر، از کجای را دراز میکنی؟ الله اکبر. سمع الله لمن حمده، از کجای را یاد گرفته؟ بایی احتمام نشده. 5-6 سال در فنون، باز 1 سال میگه دوره حدیث و 40 روز باز دوره تفسیر. او که در 23 سال نازل شده، او در 40 روز شما میخوانید. عزیزان گرامی، رسول الله صلی الله علیه و سلم به این خاطر ایره فرمود و اینجا عجیب ای است، فرموده خیرکم من تعلم. تعلم چی معنی؟ یعنی طالب العلم پیش ذکر شده از معلم. طالب العلم پیشی گرفته، بعد از او و علمه. یک موضوع دوم ای است عزیزان گرامی که چقدر بهتر است که انسان در عین وقت متعلم و معلم قرآن باشه، زیرا که علوم قرآنی خو ختم نشدنی هست. یک انسان به هر اندازه که برسه او متعلم قرآن است، او یاد بگیره. چقدر بهتر است که هم متعلم و هم چیزی را که یاد گرفته و به دیگرها برسان. من تعلم القرآن و علمه. و یک چیز دیگم بگویم خدمت شما، بعض مردم کم حوصله شده، گفت که ولا 60 ساله شدیم مالی نمیشه، 70 ساله شدیم وقت ما تیر شد. این کاملا غلط است. این کاملا غلط است و داها مثالا در تاریخ اسلام موجود است که این صحابه کرام کلشان از طفولت خود صحابی نشدن، نصف عمرش در جاهلیت تیر شده بود. پیرانه سال بود، دایی 40 ساله بود، 38 ساله بود، یعنی بایی عمره. فهمیدین؟ و بعضی خوب بسیار در استفاده چی شده. و علمای دین داها مثال است. یکی از شراح
بخاری هست، صحیح البخاری. او میگوید که در یک مسجد چی بود؟ خادم بود، مسجد صفا میکرد و چی میکرد انتظام. یک روز میگه صاحب بسیار زیاد خنک بود، برف باریده، برف که باریده و در امی شبی ضرورت غسل پیدا کرده، جنوب شده و گفته که خدمت مسجد است، مردم می رفته به خود را به امی برف ششته، برف و زیر انداخته و ای که ششته سخت مریض شده. اوجا کدام کسی گفته کدام اگری کمی از اسلام معلومات می داشت خود را نمی کش به این شکل، خو در حالت همچو حالت است که انسان چی بکنه، تیمم بکنه، چی بکنه. میگه این موضوع و این کلمه به او یک چی وارد شده. بله گفته که بس کمر خود بسته کرده. از امو وقت چی را یاد گرفته، درس و چی را به حد رسیده که شارح صحیح البخاری شده. غالبا امام ابن القفال نام داره. به این خاطر ای را چی نکنین. و ما در یک درس به شما گفته بودیم که شما قوی ترین کامپیوتر دارین و به شما گفته بودیم که 100 میلیارد حجره که در بدن ما و شما هست، کسی که 60 سالم شوه 3% فقط او تخریب میشه، 97% به حالت خود ماند. فهمیدین؟ این عذر نیست. فلهذا شما امی فی الحال در 10 ثانیه دو نام در ذهنتان بیارین که او را انشاءالله به برنامه قرآنی چی میکنیم. 10 ثانیه تیر شد و وطن داره آوردن نه؟ نه آوردن. خیر از 10 ثانیه دیگه. ما و شما خو نقد کار میکنیم، نقد میطور. فهمیدین؟ دیره که آلی از سین و سوف را خواندیم نه؟ امی سین سنفعلو که وقتی ایم نیست که ما سوف بگویم. فهمیدین نه؟ آوردین در ذهنتان؟ ادایی سے باز از اینامه را بگیرین. توکل به خدا. عزیزان گرامی، فلهذا ما و شما انشاءالله این اراده و نیت بکنیم که قرآن کریم را میخوانیم و به دیگران میرسانیم. خیرو کم، ترجمه کنین، خیرو کم من تعلم. تعلم چی معنی؟ و علم هو، او را تعلیم داد. مطلوب خوی است که شما حرفاً به حرفین ترجمه را یاد بگیرین. و اخیرین نقطه درس امروزی عزیزان گرامی، این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است: انما الاعمال بالنیات. بخوانیم انما یقینا. و ترجمه ای در قرآن زیاد آمده، از 145 بار زیاد آمده. کدام مثال کسی گفته میتن؟ انما المؤمنون انما یعمر مثلا. یک ترجمه این میشه که فقط یک ترجمه این میشه موله گپ امی است دیگه نیست، خبر امداد بلا نده. ای چی معنی داره؟ این معنی را داره که حقیقت به امی محصور است. حقیقت به امی خاطر ای را ادات حصر گفته میشه. انما المؤمنون اخوه، مثلا ما به شما مثال میگم. این معنی را داره که حقیقت به امی محصور است که مسلمان چی هستن؟ یعنی اگر مسلمان را دیدی، مسلمان را و درمیانشان برادری ندیدین، پس به فکر چی شو که کدام جای خلل است در اسلامشان. لیکن اگر برادری را دیدی کدام جای و اسلام نبود، مثلا پیش امین دوها سکا امی، بس شما بفهمین که برادری موقتی هست. با کدام کمپانی جمع شدن، کدام مصلحت اینا را جمع کرده، او مصلحت که چی شد؟ برادری هم. یعنی حقیقت ای است. فهمیدین نه؟ انما ای به خاطر حصر به شما توضیح دادیم. ای که فرموده انما الاعمال، یعنی قبل امی است دیگه نیست. یقینا. فهمیدین؟ الاعمال
اعمال جمع عمل است. ویم در قرآن زیاد آمده چلو یک بار اعمالم آمده، عمل هم آمده. وقل اعملوا و فعلش هم آمده. بالنیات بار ترجمه کنین. با نیت مفرد است. با شما گفته بودیم که مفرد چه قسم جور میشه؟ الف و لام. نیات. خو دی زن گرامی اعمال با اساس نیت است. چی اعمال؟ محدثین فرموده که انما صحت الاعمال بالنیات. صحت عمل بر اساسی، یعنی اگر نیت درست باشه عمل، اگر نیت غلط باشه یک. انما کمال الاعمال بالنیات. کمال عمل خو هر قسم انسان داده انجام میده، لیکن وہ عمل کامل وہ با اساسی نیت است. اگر نیت درست باشه عمل کامل است، اگر نیت ناقص باشه عمل. ان سوم چیزی که محدثین فرموده انما قبول الاعمال بالنیات. انما قبول شدن عمل خو هر کس انجام میده، لیکن او عمل قدر و قیمت داره که در پیشگاه الله رب العالمین چی شده باشه؟ شرف قبولیت حاصل کرده باشه. فهمیدی؟ هر سه مفهوم چی هست؟ هر سه مفهوم، لیکن مفهوم اخیر را زیاد محدثین ذکر کرده. فهمیدین؟ اگر نیت خراب باشه و عمل به شکل ظاهری درست باشه قابل قبول نیست. اگر نیت درست باشه لیکن عمل به شکل ظاهری درست نباشه اون درست نیست. فهمیدی؟ اردو لازم است که هم امو طریقه و شیوه عمل درست باشه و هم امو محرکی که یک عامل روادار ساخته که و عمل را انجام بده اون درست باشه. انما الاعمال بالنیات. برادرای عزیز محترم، در حدیث شریف آمده که اولین فیصله و قضاوتی که در روز قیامت میشه درباره 3 نفر است. از او یک معلم قرآن است. به او گفته میشه، به او جهنم انداخته میشه و میگوید که کل وقت ما برش گفته میشه که تو به شهرتی کار کرده بود، یک غرض دیگری داشت، یک سخی که میگوید که هیچ راه نمانده مگر ای که ما در او را مصرف کردیم. برش گفته میشه که کذبت، دروغ گفتی، به این خاطر کرده بودی که به تو حاتم طایی گفته شو و سخی گویی ایس اجر را آوردی. او کسی که خود را فدا کرده در جنگ گفته میشه که ما خو یک جان داشتیم او را، برش گفته میشه که دروغ گفتی، به خاطر کردی که نامور شوی، نامی تو چی شو و القاب داده شد، اوی در برد داده شد. عزیزان گرامی سخت خطرناک است موضوع. انسان همیشه از این پناه بخواه و او دعا را همیشه باید داشته باشیم در سورات ما و شما که است. اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمه و استغفرک لما لا اعلم. این علاج ریاکاری هست. فهمیدین؟ انسان ضعیف است و شیطان کوشش میکنه که در اخیر وقت عمل را چی کنه؟ باطل بسازه. انسانی هوشیار او است که در اول عمل و در وسط عمل و در اخیر عمل نیت خود را تجدید کنه. این بسیار مهم است. وگرنه شما خوب خیرمن و چی را تیار کردی امونجا شیطان میه او را چی میته؟ گوگر میته. فلهذا ما و شما بر ریاکاری در نتیجه ای خودنمایی عبادات خود را برباد نکنیم. و ای تصور بکنین که انسان چی است که ما به خاطر او کار بکنیم. منده این کل انسان چی هست که ما آلی یک کار را به خاطر اونا انجام بدیم. و اولیاء الله امی قسم بودن، هیچ در قصه انسان نبودن که میگویی چی بگویا و نماز خوب خواندیم آلی چی خواد گفته بروا. فهمیدین؟ ای که انسان با الله رب العالمین وصل شد از این امراض چی میشه؟ نجات پیدا میکنه. در غیر از آن این مشکلات است. عزیزان گرامی، به این خاطر به این عمل قرآنی عمل آسان، عمل بسیار خوب
لیکن این شرط است و باور داشته باشین تا که اگر این مجموعه که اینجا تشریف دارن و اراده بکنه که پیام قرآن را میرسن، اینا میتونن انشالله که به یک تعداد بزرگی برسانه، زیرا که پشتی الله رب المعیت او است. لیکن اگر خلل آمد در چی؟ در نیت، بس کار خراب است. فلهذا یک به دیگه دعام بکنیم و این را همیشه ای حدیث را به نصب العین خود نوشته کنیم. انما الاعمال، کسی که میز داره، میز مطالعه، میز دفتر، این مفهوم پیش او چی باشه؟ به خاطر ای که این دنیا به خاطر کسب آخرت هست و به ای چی. فلهذا عزیزان گرامی، این تعداد بزرگی که از این قرآن کریم محروم است، که به گفته شما از 90% بالا هست، از 90% بالا مسلمانان قرآن را خوانده نمیتونه، 98-99% مسلمانان ای را نمیفهمه، پس تغییر از کجا بیاید؟ فلهذا کمرهای خود را بسته کنین به این کار و این فکر نکنین که والا اگر در این مصروف شدیم کاروبار ما خراب میشه. کاروبار شما رونق پیدا میشه، ما به این باور داریم. و این را نگوین که این خود تخصص ما نیست، ما خود صاحب اداره چی هستیم، از امو اداره شروع کن، از امو مارکیتی که اونجا سرپرستی میکنی از اونجا شروع کن، از امو ریسرچ سنتر و مرکز تحقیقاتی که اونجا کارمند است از اونجا شروع کن، و صنفی که به تو حواله شده از اونجا شروع کن. فهمیدین؟ این کار یک نفر و دو نفر و یک اداره و 100 اداره نیست. هر پدر و هر مادر تا که معلم قرآن نشوه، این فاصله از بین نمیره و فاصله که از بین نروه امین جمع مانی. این قرآن است که انسانا را تغییر میته و انسانا را جور میکنه. فلهذا ما و شما اول به مسلمانی پیام را برسانیم، لیکن اصل خما به دیگرا برپا شده بودیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما به این صنف برپا نشدین، خودشان مسلمان است، به دیگرا برپا شده بودیم. این چی حال است؟ اگر از یک طرف چالش بیشتر است، از دیگر طرف فرصت ها بیشتر است. ما کی به یک انگلیس می توانستیم که رابطه، ولی بس توسط یمی دو کلمه نوشته کو های حالو بکو او چی هست. و به زبان اونا متخصصین جدید زیاد میفهمه. فهمیدین؟ کسی که در این تخصصات جدید اکسپورت هستن، زبان اونا را اونا خوب میفهمه. و همیشه همینطور شده عزیزان گرامی که بسیار فاتحین مفتوح شدن. مفتوح به این معنی که اونجا که آمدن زیر تأثیری همو چی رفتن. ما یعنی من حیث تذکیر به خود و به برادرای خود، این انسانیت اگر 2 میلیارد شما مسلمانان را بگیرین، خوی 5 میلیارد انسان خو باید جهنم نروه. جهنم خو کم نیست، لیکن راهی جهنم هستن. به این قرآن کریم این پیام باید به اونا. و یک دیگه به شما بگویم که ما اگر از دیگه چیزا، از دیگه راه پیش اونا بریم، قانع نمیشه. اینجا یک زن بود، ژورنالیست بود، در امارت اسلامی سابقه و اینجا دستگیر شده بود به نام ایوان ردلی. او چیش استم و ویدیوز او میگوه که مرا قرآن مسلمان کرده. میگه شما زیاد خوش نشوین که شما مسلمانه. میگه ما قرآن کریم را خوانده رفتیم و تسخیر شده رفتیم. یک مبلغه بزرگ اسلام است علی فی الحال. این خو نور است در قلب هر کس که جای گرفت. انسان نمیفهمه که به دستگی چی میشه. اگر شما مانند امو یک کس را دعوت بتین و او را برسانین و این حقیقت برش روشن کنین و بس صدها و هزارها انسان را برسانه، شما در چی سهم دارین؟ در ثواب سهم دارین. جزاکم الله خیرا. ما و شما گفته بودیم ان چی معنی؟ ان چی معنی؟ ان چی معنی؟ ان چی معنی؟ فراموش کرد. اشهد ان برای این که و انما یقینا. بله، این در قرآن کریم از 2000 بار بیشتر استعمال شده این کلمات. شما که یاد گرفتین اینجا کل اونجا هم یک معنی را داره. فهمیدین؟
عزیزان گرامی، ما و شما در قواعد امروز 3 کلید دیگه یاد میگیریم. ما و شما چند کلید یاد گرفتیم؟ ماضی، مضارع، امر، نهی. چند شد؟ 3 را امروز یاد میگیریم که یک فاعل است، فاعلون، یک مفعول است و یک مصدر است. 3 و 4 چند میشه؟ 7 کلید. شما را میبینین فاعلون، بس با امی قالب شما امی چی را که پیش خواندن نه، داها افعال در باب فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب و سمع یسمع. از برای خدا عزوجل بگوین و جمله را بگوین، فراموشتن نمیشه. قرآن را باز کنین، نصر ینصر کمک میشین، اگری کار نکردین ضرب یضرب زده میشین. فلهذا سمع، از برای خدا ای گپ را بشنوین. بس با وزن فاعلون شما ای را جور کرده برین، خودش فاعل جور میشه. نصر ناصرون، ضرب سمع، قتل سجد، آفرین، فتح. مشکل و بی وزن جور کرده برین مفعول جور میشه. سجد مفعول مس، نصر منصور، سمع غفر. بسیار آسان است. اشاره ای را یاد بگیریم. ای اشاره فاعل ای طور بکنیم. فاعل فاعلون، کمی پیش که میارین جمع میشه. خنده نکنی، را یاد بگیرین. ناصر ناصرون، سامع سامعون، آفرین، فاتح. یک قسم جور کنین، یک چیزی که شما میگیرین نه مأخوذ. ناصر خو از نصر به وزن مفعول جور کنین. منصورون، مفتوح، مسموع، مسموعون. دیگه محمود، حمد از حمد، محمود محمودون، مسجود. و دیگه شما قسمی که یاد گرفتین مذکور مذکورون. بسیار آسان، بسیار زیاد آسان. تی پی آی را یک بار تکرار کنیم. یک بار دیگه. این چی است؟ یعنی یک صنف یک درس. این طور نه که 40 شاگرد باشه و 40 درس مختلف باشه. همه با هم این معنی را داره. مشکل ما در صنفه قرآن کریم چی است قاری صاحب؟ اگر 50 شاگرد است 50 درس است، قاری صاحب به کدام درسی او برسه و شاگرد میایه برای یک ساعت. فهمیدین؟ و تی پی آی خو شما خوب یاد گرفتین. تی پی آی یعنی توتال فیزیکل انتراکشن، تاکہ وہ تفاعل بکنه با شما. نکته آخری درس ما و شما نکات تربیتی عزیزان گرامی زیر ای عنوان است که عروج را از آن خود کنیم. حضرت عمر رضی الله عنه راوی است که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله جل وعلا شانه بوسیله کتاب اقوام را بمدارج عروج رسانده، رفعت داده و بوسیله امی کتاب او را پست کرده. کسی که با ای تمسک ورزیدن، کسی که با او رو آوردن، کسی که ای را از دستور زندگی خود قرار دادن، و انسانا در امی دنیا هم الله رب العالمین به اونا عروج و رفعت داده و در آخرت هم انشاءالله. لیکن کسی که بی پشت کرده، کسی که حق ای را ادا نکرده، کسی که بی دشمنی کرده، مثل که اسرائیل بدبختا میکنه،
کسی که به این توجه نکرده بعضی در قعر بدبختی و پستی ها واقع شدن. در مورد قرآن کریم آمده در یک آیت بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل بخوانن و رحمت ولا الا قرآن همی قرآن است لیکن ظالمین توسط او در چی اضافه میشه؟ خسران. قرآن همی قرآن است. قرآن از مثل که در حدیث آمده که از حناجرش پایان نمیره، فقط در محنجره هست. آیات را میخوانه و رسول الله صلی الله علیه و فرموده رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه. میخوانه قاتل الذین وما لكم لا تقاتلون و کنسرتایش ببینن چی جور کرده. این شرم رم نکشیده که تصویر کعبه را دامی کنسرتا جور کرده. این چی قسم قرآن است؟ ولا یزید الظالمین الا خساره. از این حالت با الله تعالی پناه ببریم عزیزان گرامی. فتنه ها یک قسم نیست. انسانی از قرآن امر کرده دوروا مع القرآن حیث داره. شما در محور قرآن حرکت بکنین به او برچرخین. انسانی است که قرآن را پشت خود میچرخانه مطابق مزاج خود، مطابق سلیقه خود. این چی است؟ ولا یزید الظالمین. لیکن جناب رسول الله صلی الله علیه و فرموده ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخر. چرا رفعت را تلاش نکنیم؟ چرا بلندی و عروج را تلاش نکنیم؟ عزیزان گرامی در قرآن کریم این استعداد موجود است. این کتاب الله است. انسانا را به مدارج و عروج می رسانه. چقدر انسانا هست به قرآن بزرگ شدن. کل ما خرد هستیم لیکن به قرآن ما و شما عظیم هستیم. ان الله یرفع بهذا الكتاب عزیزان گرامی یکی از تحقیقات معاصر گفته که کلیدهای انسانی کامیاب، کلیدهای امت کامیاب، کلیدهای اداره کامیاب چند چیز است. اول رفتار و سلوکی او. رفتار و سلوک نیک یک شخص، یک اداره، یک نظام او را کامیاب میکنه. یک. دوم اعتماد به نفس. دوم چی؟ کی کار ما میتانیم. اگر کسی گفت کی کار است برش بگو که فتا موجود است او را کرده میتانه. این طور نه که ولا ای پدرای مام نکرده ولا که از مام چیزی جور شود. فهمیدی؟ غلط هستی. پدرای مام کردن نیاکانی ما و مام میتانیم انشاءالله. فهمیدی؟ اعتماد به نفس. سومین چیز قلب مملوء از امید. شما ببینین چی وضعیت بود. آیات نازل میشه الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم فی بضع سنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه در حالتی است که صحابه کرام زیر فشار است، زیر شکنجه است. قرآن نازل میشه که روم غلب، امی امپراتوری روم مغلوب میشه و بعد از این باز غالب میشه در چند سال. ابو بکر صدیق رضی الله عنه این آیات را شنید و به مردم گفت که قریش سخت خنده کردن که اینا را ببین، اینا را ببین. اونا خنده کردن و ابو بکر صدیق بود. صدیق جناب رسول الله صلی الله علیه و را تصدیق کرده بود که به این وحی می آید. برش گفت که خنده نکنین، با ما شرط بگذارین. قسمی که قرآن فرموده در چند سال روم مغلوب میشه و بعد از چند سال باز غالب میشه. پیش رسول الله صلی الله علیه و آمد و گفت که یا رسول الله این طور کار شد و ما شرط گذاشتیم. شرط به این معنی حرام نبود وقت، بس پسان احکام شرط آمد و چی شد. یک نوع از چی هست. بله رسول الله صلی الله علیه و فرمود که چی شرط گذاشتی؟ گفت که 10 شتر.
و برش گفت که چند سال گفتی که در چند سالی مغلوب؟ این میگه ما برش گفتیم که 3 سال. رسول الله صلی الله علیه و برش فرمود که نه، برو و بجای 10 شتر 100 شتر شرط بمان. چند شتر؟ و بجای 3 سال 9 سال برش بگو، زیرا که بضع، کلمه بضع از 3 تا به 9 اطلاق میشه. این قاعده عربی هست، بضع از 3 تا به 9. ای رفت و به او مشرک گفت که در شرط کمی تغییر میاریم، ای روم مغلوب میشه در 3 سال نه، در خلال 9 سال. و ای شرط ما کم از 100 شتر چی میکنه. 9 سال هنوز پورا نشده بود، روم مغلوب شد. چند سال تیر نشده بود، به فارسی ها جنگ شد و اینجا باز غالب آمد و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفت و چی خدا گرفت. ایرا میگویا امید، قلب مملو از امید. ایرا میگویا ایمان. در خندق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در وضعیتی بود که 10,000 لشکر آمده بود از با قیادت ابو سفیان و کل آبادی به زنها و اطفال 3,000 به 3,000 نمیرسید. 10,000 لشکر مسلح دادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم جای را تقسیم فرموده بود، خندق کنده میشد با مشوره سلمان فارسی رضی الله عنه و یک جای یک سنگ برآمد، در او تقسیم شده بود 5 متر، نمیفهم هر قدر کی بود، خو عمق و طول معلوم شده بود. مجموع آمد و به رسول الله صلی الله علیه و گفت که یا رسول الله در جای ما خو یک سنگ برآمد که زور ما نکشید، اگر شما تشریف بیارید ای رب ما آل رهبرا را ببین و رهبر را ببین کاملا اونجا کار میکنه حق خود را. رسول الله صلی الله علیه و رفت و چیره که زد شکست و گفت که الله اکبر انی ارى قصور الشام، الله اکبر فتح خیبر. منافقینم بودن، میگه از ترس به قضای حاجت بیرون رفتن نمیتانیم و این جناب میگوید که ما از اینجا چی میبینیم؟ قصرهای شام را میبینیم که فتح شده و خیبر فتح شده. رسول الله صلی الله علیه و فرموده که فتح میشه و همینطور نشد. فهمیدین؟ قلب مملو از یقین و امید یکی از نشانه های دیگه انسان موفق، جریان موفق، کشور موفق، امت موفق است. و ثابت قدمی و مستقل مزاجی که انسان چیزی را که انتخاب کرده به هوش و حواس به او ثابت قدم بمانه. به او چی بمانه؟ متلون نباشه، ابن الوقت نباشه و هر روز رنگ را نگیره به خود. فهمیده؟ این چیز دیگر را به تحقیق عصر ما به شما میگویم. و ذهن متفکر، انسانای غبی و انسانای که امی چی را در یخچال مانده، امو چی و ام گریسبند، امی طور کاغذ پیچ امی ذهنه را مانده و نه استفاده میکنه و نه رو بکار میته، از اونه چیزی جور نمیشه. ذهن مسلسل متفکر، فهمیدی؟ و اخلاق عالی. و انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عالی و رفتار و رویه نیک به دیگران پیشم آمد. عزیزان گرامی، این میگوید که کلیدها و مفاتیح کامیابی هست بر یک انسان، بر یک اداره، بر یک فرد، بر یک چی. عزیزان گرامی، کتاب و معلم دی دنیا نیست مانند قرآن کریم و مانند محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که این معانی و مفاهیم را در انسانات ترزیق کرده باشه. به این اندازه هیچ کس، هیچ معلمی نیست و به این اندازه هیچ کتابی وجود نداره. آل ما چطور کامیاب نمیشین؟ والله کامیاب میشین ان شاء الله اگر به این قرآن با می قسم ایمان داشتن. شما میفهمین صحابه چی قسم ایمان داشتن؟ یک بار میگوید که همی چی حضرت سراقه ابن مالک، این از جمله کسانی بود که 100 شتر که اعلان شده بود، اینا رفتن و راه چی را گرفتن؟ راه سمت مخالف
عفوا با مدینه رسول الله صلی الله علیه و را که دیدن خوش شدن که لست، لیکن با امر الله رب العالمین شطورشان چی شد؟ در زمین گور شد. او ورخطا شد و فهمید که آدم عادی نیست. ایمانش چی شد؟ گفت که دعا کو که ما برایم دیگه با هیچ کس نمیگویم که کجا هستی، خو خلاص که علی ما خلاص شویم از زمین چی. رسول الله صلی الله علیه و دعا کرد، شطورش برآمد، لیکن یک چیزم برش گفت و برش فرمود که سراقه او چی قسم یک روز خواد بود که دستبندای کسرا در دستت میواشه. او گفت چی قسم یاره؟ ایره به من نوشته کو. او یقینش آمد که تا بالی او را گرفتار میکنه که 100 شتر بگیره. ایره میگه به من نوشته کو. یک وقت رسول الله صلی الله علیه و رحلت فرمود، عهد حضرت عمر رضی الله عنه آمد، یک باری مریض شد و مسلمان شد. طبعا مردم به عیادتشان آمدن که میموره. گفت به خدا که بموریم، هنوز چرا نپوشیدیم؟ به خدا که بموریم هنوز ما یه را میگوی ایمان. از ما و شما خود چی هست نه؟ یعنی ایمان بکار است عزیزان گرامی. او کسایی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه همراهی کرده بودن، هیچ فتوحات در ذهنشان هم خطور نمیکرد، لیکن او ایمان بود. او ایمان بود. و بلال و صهیب و یاسر و عمار و خباب وی خو اینطور خون این درجه خو میطور مفت نامده رضوان الله علیهم اجمعین. فلهذا به شما میگویم ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما. چرا این رفعتها را چی نکنیم؟ فلهذا عزیزان گرامی قرآن کریم کتاب انسان ساز است، امت ساز است و به چی قسم دری دنیا برای ما و شما امون نسخه کامیابی را نشان میده. دیگه مردم خوی را میفرویم فری میتور مفت پیش ما و شما موجود است. شما برین همی کنسلتنسی ها و چیزایی که است، یک چند دقیقه که به شما گپ بزنه میگه ای قدر بل شد پول بتی، مشوره دادیم. این قرآن کریم پیش ما و شما موجود است، دی شکم نیست، لیکن این قرار اونجا مانده، جای تعجب نیست. این قرآن کریم به معنی واقعی و آرامش و سکونی که گم شده انسان است او را به انسان عطا میکنه. شما خود کمی به تنهایی تجربه کنین، این را بخوانین و بار بار یک سوره را تلاوت بکنین که چقدر تاثیر داره. این موجود است. مردم میره پیش در امریکا و در غرب میگه اغلب دکتر صاحبایی که عقلی عصبی هستند پول اونا میگیرن، مغز کلشان خراب است، با امراض نفسیتی مبتلا است و پیش ما شما این نسخه موجود است. عزیزان گرامی این کتاب است که به معنی واقعی ضامن کامیابی آخرت است. ما خب بارها گفتیم که ما اینجا در راه گذر هستیم. چقدر عمر مانده؟ خوزیت عمر تیر شده، کم مانده. فهمیدی؟ اینجا ما و شما مسافر هستیم، چرا انتظام او زندگی را نکنیم فردا رو؟ و به امی خاطر عزیزان گرامی این امون نعمت واقعی است که الله رب العالمین به انسان داده. کاش که قدر اونا را. یک عالم میگوین که مثالی قرآن و اسلام به مسلمانان قسم هست که یک کس در معدن طلا پیدا شوه که اونجا کل امو چیم طلا هست و سنگایش هم طلایی هست و هر چیز طلا هست و اطفال را میبینه که او را او طرف میندازه، خود اونا را سنگ فکر میکنه. یک کسی که قیمت طلا را میفهمه و از اونجا تیر شوه او چی خواهد گفت؟ چقدر ظالم مردم هستند. طلا را ببین و کسی او طرف میندازه و کسی او طرف میندازه و بی بازی میکنه. امی قسم به ما و شما تعلیمات اسلام است. چون که به ما و شما امی طور مفت آمده، در معدنش امی طور پدر و نیاکان ما و شما بوده، دست و پای ما و شما به چی نشده فهمیدین؟ به زحمت نشدیم، امی طور تعامل نوان. شما خب کمی
آلی خو از هر کس یک قریب و یک چی اونجا هست نیدامی، یا در امریکا است و یا در کانادا است و یا در لندن است، از اونا پرسان کنی که در چی وضعیت است. انسان که پیر میشه بدبختر میشه. اینجا انسان به هر اندازه چون از مولوی سے پرسان کنی، پیش اگر پسرایش خدمت میکرده آلی نواسایش هم در خدمت است. به هر اندازه که انسان ریش سفید میشه، معنی دیتا صاحب که الحمدلله 80 ساله شده، یعنی خداوند عمر دراز نصیب کنه، با امو اندازه چی میشه؟ محترم میشه. از اونجا پرسان کنین مادر دیس یک های هلو اگر در 1 سال بکنه، او مادر کلای خود اسمان می که پسر ما یک گل روان کرده بود به مادر دی. شما تا وقتی که کسی که مادر داره که پایش مالش نکرده و چاپی نکرده خواب نمیشه. یعنی این خو ما به شما گفتیم به 15-20 چی تاپه میخوره عقد نکاح و کمی که گدود میشه که پولی مرا ندادی و مصرفی چی ندادی، میگه بای بای ما دیگه کسره میگیریم. اینجا یک چند ریش سفید میشینه، یک عقد میشه و عقد نکاح و او هر قدر که وقت تیر شده میره، یعنی اگر سابق کمی چی مسائل چی میوه به مودت واقعی تبدیل شده. و جعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی خو قضایه هست نی. ما به شما گفته بودیم اونا دم بریده شدن، میخواین که دمهای دیگره را قصه روبا را به شما کرده بودیم. فلهذا عزیزان گرامی، قرآن کریم و برکت ایران ما به نظر محدود نبینیم که ولا به ما دکان جور میکنه. این ما مریض هستیم، مرض ما را بالکلی کار میکنه. دکان شما برکتی میشه، کاروبار شما برکتی میشه، خانه، لیکن چرا محدود کرده نیره؟ چرا محدود کرده؟ و خانه تان که برکتی شو باید منطقه تانم برکتی شو، او که شد می مارکت تانم برکتی شو، او که شد زراعت تانم برکتی شو، ای وزارت تانم برکتی شو، ای اردو پولیس تانم. چرا محدود میکنیم؟ ای خو امو بحر است که شما هر اندازه‌ای که ازی میخواین این آماده است که به شما بده، لیکن ما چرا به ظرف خرد به تعامل میکنیم؟ چرا ظرف خرد گرفتیم یک گلاس آب میگیریم و رو شپ میکنیم و بس چی؟ خو اورم بکنیم و برکت محدود نه، بلکه ما ایرا به معنی واقعی دستور و نظام زندگی که انشاءالله آخرت و دنیا اردوی ما شما را جور میکنه. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين